کشم من جرعی از ساغر و پیمانش، بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را آغاز کن. مجنون بوی لیلیم، در کوی او جایم کنید، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنید. عیدت مبارک. قربونتون برم. آفرین بر حسن آقای عزیز، عالی تشریف آوردید حسن آقا. بری زنده باشی. چی؟ قربونت برم. با همدیگه، یعنی قربون همدیگه بریم. بهترین جای دنیا اون جاییه که قربون همدیگه بریم. من بهترین هوای دنیا اون جاییه که دلمون هوای همدیگه رو میکنه. چیزی درباره محمد رضا ندارین قربان؟ در مورد شما فعلا چیز خاصی ندارم. خدا خیر من کنه. سفارش کردم کاری با شما نداشته باشم. جدی میگی؟ بیشتر به کار خودم بپردازم. منتها یه چیزی دقت کردیم محمد رضا، اخیراً اس ام اس های چیز جالبی شده. بله. خیلی مختصر و مفید شده. مثلا طرف میخواد بگه سلام، یه سین مینویسه. درسته. میخواد بگه چرا جواب ندادی، میگه چرا ج ندادی. بله بله. و من فکر میکنم اگه همینطوری پیش بره در آینده اس ام اس ها به شکلی میشه که طرف اس ام اس خالی میفرسته و خودت بعد حدس بزنی که موضوع چیه چی گفته و چی گفته. خیلی جالبه. مثلا اونی که گفت درباره من چیزی نگید چه جوری بود ظاهرش؟ یه اس ام اس هم برام یکی از دوستام تعریف میکنه، میگه که از آشنایان ما خیلی اهل بحث‌های فلسفی و معناگرایانه است و برای من یه اس ام اس فلسفی خیلی معنادار فرستاد که معنای بسیار بلند و قوی داشت. بله. من اومدم جواب بدم، دستم خود ریپلی شد و یه اس ام اس خالی براش رفت. لحظاتی بعد برام اس ام اس زد که وای یه دنیا سکوت، یه دنیا معنا، یه دنیا مفهوم. گفتم این ما با کیا طرفیم؟ شما که انسان بسیار ساکتی هستی، خوشم میاد. دقت کردی هیچ قنادی قند نمیفروشه، هیچ عطاری عطر نمیده و هیچ قهوه خونی قهوه نمیده، همه چای میدن. دقت کردی به این موضوع؟ خیلی جالبه. چه نکته جالبی رو اشاره کردی. جدی چون از موبایل اس ام اس گفتم، امروز صحبت می‌کردی؟ نه خواهش می‌کنم. صحبت نکن. چون از موبایل اس ام اس میگفتم، یه تکنیک میخوام بهت یاد بدم امروز یادگاری از من برات. لطف می‌کنی. اگه تو خیابون دیدی یه آشنای از روبرو داره میاد و داره با گوشی موبایلش ور میره، بدون که اون قبل از تو رو دیده و میخواد تو رو بپیچونه. این خیلی تکنیک قویه و یادت باشه که با موبایل. اجازه میدم من بخونم برات. بله خواهش می‌کنم. لطف می‌کنم. چون گفتم وقت نیست، برو تون تون رگباری کار اجرا کن. من دوست داشتم اسم تهیه کنندمون چیه آقای؟ جناب حسین خانی. حسین خانی. آقای حسین خانی، به من بیشتر وقت بدید. من عاشق اینجور برنامه‌هام. تو عیدا بیام برنامه اجرا، حرف نزن برنامه اجرا کنم. نه. این فقط میگه ساکت شو. من نمیتونم سکوت کنم و حرف بزنم. خب حالا خواهش می‌کنم. حالا یه اجرا کنیم ببینیم چی به چی میشه. در این قسمت من دعوت میکنم از بینندگان عزیز با ما همراه بشن برای دیدن یه فیلم وسترن، فیلمی که تهیه کنندش آقای حسین خانی بله. آقای حسین خانیه و بازیگران اصلیش جناب آقای محمد رضا حسینیان در نقش لوک بدشانس و من در نقش مالک بوشوک. آره. من بوشوک رو بعد به تو وسط فیلم میدم که واسه خودت باشه. فیلم وسترن شروع میشه. دیدی که فیلم وسترن چه شکلیه؟ اول باد و طوفان و صحرا و اسواری تیراندازی و بعد دیالوگا کم کم شروع میشه. محمد رضا توپله کوزه اصلو کجا گذاشتی؟ محمد رضا خالیشو نمیشد بگید. محمد رضا فیلم لطمه میخورد. من نه فیلم لطمه نمیخوره، چون از الان به بعد بوشوک با تو شروع میکنه به دیالوگ گفتن. وای محمد رضا جون، عجب لوکیشن قشنگی، انسان احساس میکنه توی جنگله. وای چقدر استودیوی قشنگی داره و درخت و گیاهان قشنگ. وای محمد رضا عاشقتم. خیلی متشکرم جناب بوشوک. زنده باشی. دست نمیزنه من بوشوک بوشوک نه جسارت نکردم. خواهش میکنم. محمد رضا حسینیان میگه که من یه فامیلی داریم 28 سال بیکاره، اگه 2 سال دیگه بیکار باشه بازنشست میشه. حرفای منحصر به فرد فقط از محمد رضا گفته میشه و شنیده میشه. دوباره رفتین سر محمد رضا دیگه. محمد رضا حسینیان میگه من وقتی بچه بودم فکر میکردم که ماکارونی رو مثل برنج میکارن. بعد به ما گفت بهم نخندید، الان که بزرگتر شدم
متوجه شدم که ماکارونی درخته و از درخت به عمل میاد و این فکر خلاقانه تو رو من میپسندم. ببینم